نه اول نام سید پاشا و خلیفه صاحب نمید چی نام داشت اسم اینا؟ خلیفه میر صدیق جان دو نفر کلان بود به افغانستان. خلیفه صاحب اول یاد میشد خلیفه صاحب سید پاشا و بعد از او خلیفه میر صدیق جان. چند سال پیش و سید پاشا فوت کرد. تو بچه خو به جای او که نامی او سید علی شاه بود کمر بسته کرد و به جای خو بشد. بعد او زندگی میکرد و به سر رعیت و نفر دیوانه که زنجیری بود دو او شل بود دو کر بود میخوان دو او شل جور میشد دو او کر تیار میشد و شفا میافت. دو او زنجیری که می آوردن به سر زنجیری میخوان دو او زنجیری زنجیر باز میشد دو تیار به خانه خود میرفت و نام از او سید علی شاه بود. کسی که کنه بعد از او خلیفه میر صدیق جان 5 سال پیش اونا فوت کردن و بچه از اونا به جای از اونا نشیمن بود. دو مورودا کل افغانستان یک شیر به اونا بسته کردن. کینه؟ هیچکی و او خلیفه میر صدیق جان خود خلیفه بود بیرقدار ستون دونه اسلام گودشته زخمی جادار خلیفه من صدیق جان. خلیفه بود بم نهوین قوسی بود بم روی زمین خلیفه میر من صدیق جان. خلیفه بود به میراد ستونه دونه اسلام کجا شده پیر ما خلیفه میر صدیق جان. نجوار شونده قطار قطعی نشده چنار کجا شده پیر ما خلیفه من صدیق جان. خلیفه بود بیرقدار ستونه دونه اسلام خلیفه من صدیق جان. خلیفه بود بم نبین قوسی بود بر روی زمین کجا شد پیر شیرین. خب 5 سال پیش اونا فوت کردم و مورودا برای اینا این شیر بسته بود. بعد از 5 سال حالی سید علی شاه که پسر سید پاشا بود روز پنجشنبه و شب جمعه و 4-5 بیجی روز به نماز عصر فوت کرد. دو دیروز که جمعه بود من اونجا رفتم همراه کل فامیل از او بسیار گریه بود و هر کس گریان میکرد و جر میکرد. دو دیوانها و مرزی ها که اونجا آمده بود اونا جر میکردم و گریان میکردم. از سید علی شاه یک پسر ماند که سید قاسم جان نام از او است و از خانم اولی از او بود. دو خانم دیوم از او 5 دختر داره و یک بچه. باز 5 دختر از او یکی عروسی کرد دو دیگه یک دیگه بسیار خورده و 3 دانه دیگه زیاد خورد بود. دو خانم خورده از او 4 طفل داره و 4 طفل بچه بود بسیار خورد بود. شما الان بسته میکنه. من به اونجا بودم بسیار فغان و ناله و گریه بود و دل هر کس خون بود و گریان میکرد و کل فامیل از او بسیار دیق بود و من بسیار دیق بودم. او پدر ما بود و بسیار دوست داشتم و 10 سال پیش که من دیوانه شده بودم و او پیر ما شده بود و به سر ما بخوند و دیوانگی ما رفته بود دو جور شده بودم. از دیروز که من شنیدم و دیشب به خانه آمدم هیچ خواب نکردم و آروم قرار من نماد. و او پیر بود به کل افغانستان بسیار کلان نفر بود و خوب نفر بود. هر نفر که دیق بود و دیوانه بود پیش از او میرفت و همراه از او گپ میزد و باز کمی او تکرار به دل میداد که شما فکر نکنیم از این در برو.
بریم ما خوب باشیم خوب میشه. بعد از این روز تقریبا 1 بجه روز با کل نفر و مرود خانه یک جگاه همراه جر کردن میارم به مسجد جامع شریف یرا. جنازه از او خونده میشه و بعد از 1 بجه روز برده میشه به ساکن کریا، اونجا که جای پدر از اونا هست و زیارت کلان اینا رو به زیر میکنه و بعد از اون نفر میآیه و خلاص میشه. من یک شیر به پیر خود بسته میکنم. یا رسول الله کجا هست ای دلی شاهی منه، جاویدان و سرنگین و سایوانی منه. من امید داشتم به پیری خود که نزار زندگانی خواهد داشت، زندگانی بود و عمر ناکم و نزیر. من به دربارت فتادم آرزوی افتادیم، پیری منم شیرین و من در کجای مادیم. درد دیلم باز برنج و چی میگویی ای بی بی، گفته یا من فکانت نکن و باشد به دیلی تو رباط. من گفتانم باز بزو ای بی بی باز کلان، با خدای خود یک عهد کردم من زیاد، کی تا قیامت شود حیاتی عمری منم، کل فامیلی منم پیش تو یایم نظیر و من بخوانم و رزول. آرزو هستم رزینم سید علی شاه پیر من، سایوان نظیر من. قاسم جانی هم نظیر هم نشیمن شد پدر، باز بخواند سر من. آرزو هستم جواد پیش پیری خود منم، آه نظیر هستم بکار. اون جیادانم رزور یا رسول الله میگم من، الله باز بناشان پیر خود. پیری من سر فراز بود و قدی بلند داشته ید، مندلی سفید و پر گل داشته ید، هزاران و هر شفاعت پیری من خیر و فشینید و کوراوش زنجیری ها هم پیش پیری خود میرم که من نبینم چی کنم. آرزو من فتادم در بسو هم خجالت باز برو، یا الیاس و یا ملائک جمع گردید، عمر پیری من نزور و کم گردید. با جوابش چی میگویم یا خداوند نزور، 10 سال دیگر زندگانی میدادی بر پیر من. پیر من می بود به برلین و سایوان بر سری همه. خوب سید علی شاه که 10 سال پیش تو او همیت مریض بود و مدام مریض بود، تو مرض از او اشوش بود، بچه که دعایی کرد و به جرمنی نرفت و به دیلی نرفت و به هند نرفت. پارسال او دکترها جواب داد و گفت شما بریم به هند. و بعد از او گفت که خوب حالی بهاره و وقتی که تیر ماه میایه من میرم به هند میرم. او نرفت و بسیار مریض شد، میخواست که مرده بشه و نشد مرده. سید علی شاه به دل خود گفت که من به هند میرم و به هند رفتن هند بود و گفتنی و بود و رفتنی و نه و تباهی درد خود به هیچ جا نکرد و یک وقت او به کابل رفت و از کابل آمد بسیار جور و تیار بود و خوب بود. و می 10 سال که او مریض بود یک وقت جور بود و یک وقت ناجور، بسیار وقت زحمت کشید و به سر مرودای خوب بخواند و زحمت کشید دو بسیار مریض نشد. باز اونا فت کردم و حال کل مریض مرودا بسیار غم داره و فکر داره و پیر کلان برفت و قاسم جان به جای اینا بشیشت.
خب مبارک باشه ای قاسم جانم، جانشینی هم پدر، با سلامت باشه یه نظر بدی بر پیر من. پیری من از تک نظر و من منازل آمادم، پیش پیری خود مناجات من برزان آمادم. یا رسول الله با الله لا اله الا الله، یا رسول الله 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 الله. جاودان و جبران و سوی من، در به پیر من کجا میره و سوی زمین آشکارا. دل من پرخون و است و نزور با خجالت در فرو. چی بنالم چی بگویم ای خدا، من دیشتم یک پدر و پدر خود ندیدم به جان. خود بودم که پدر من مرد شد، من 10 سال پیش یک پدر گرفتم که سید علی شاه بود. روز پنجشنبه پدر من مرده شد، من موندم بی پدر. چی میکنم ای پدر؟ کجا از پیر من کی بود پدر نظیر من؟ من اینکه آرزو داشتم و دیوانه بودم، پیش پیر خوب پدر خوشیار شدم. و 10 سال خیر و فیض از پدر خود دیدم. تلفای نادان من مریض بود، رفتیان گفتم ای پدر ای پدر. تلف من مریض است من ندانستم بدرد. گفت فکر و سودا و غم نکنیم، تلفم جور و تیار و خوش رنگ می شود ای دیوانه، دیوانگی مکن. من گفتم رفتیم دین روز بر پیش دکتر، این نقصه و این دعا هستی تلف خوب نشدد. گفتا ای دوست عزیز ای پدر بگذار که بخوانم من. اون بخواند و من آوردم بخانه از 10 بیجه رست، بر 4 بیجه رست تلف من 6 تو بازی کرد و خوب تیار شد. اینجا تلف من حالی 5 سال دارد و پدر من فت کرد و دل من پرخوش شد. یا رسول الله و سید علی شاه، جاودان جبر سوی چی کردم؟ آشکار و مفلست به جبر پیر خو کردم. روزگار و خوشنوا بود پیر من، مردا خواستگار بود پیر من. کجا شده و رفت و پیر من، هی دل پرخون چی بگویم؟ چند سخن چند فی دارد در جهان، آشکار و نیر دارد در جان. در بنالم شب روز از درد دل خود، درد دل من آروم نشه و قرار دار. ای خدایا من چی کنم ز دنیای روشن؟ پیر من رفت و بر زمین نشیمن شد و در خواب من موندم به دنیای روشن. بینیاد و برفقان آرزو چشم من و پر آب و گریان. اشک من فغان داشت و الله میگم شب روز. یا قیاس المستقسین داد رس بیداد کنم من فغان. نبینم در جهان چشم دوشنه یه پیر خور و باز. سید قاسم جان 6 تو جاودانی پدر شده، من دیلم در رد تلفای نادان بسوزد و فغان و ناله می کنم. چی کنم ای یا رسول الله؟ جاودان افدینم و شتم شطور افتیادم چی کردد؟ ای پدر چی شدک پدر که موی سفید داشت و چپانی بلند؟ شب و روز می رفتم در پیش پدر، استینت می گرفتم می بوسیدم. الله دلالت می داد و شفا می آفتم. ای خالق جهان من آرزو دارم، چی کنم که قبول بر پیر خود دارم. جل جلاله الحمدلله من شکر دارم. میخواستم و هم پیر من گفتا من بگذاریم،
من بگذاریم بر زیارت که بر شهر است یاد ناظر به کازرگاهی شریف. من مرزور داشتم که پیر من در کازرگاه بسپارم. اون دو برادری از او بسیار کوشش کرد، دور برد بر پیش پدر پیر دور شد، زیارت پیر دور است از من. الله میگم الله الله یا رسول الله یا نبی صاحب یا سخیب الله. در سال دیگر یاد میدادی تو پیر مار، در بلین می بود سایوان بود پدر میروان مار یا سخی صاحب. الله و جهان دیدم بر جان، شنیدم پیر من بوده و سفارت. اینجا روز و شب میکنم ناله و فغانت. هی خدایا در دست من داده دی بی درمان که ندیدم. در سپرد بود و اجدان درد پود بود. روزگار مرگ خوش بود و میدانست دانه رغز پیر من از دنیا خلاص گردید، کس ندانست و نفهمید. در 3 روز که پیر من در خواب بود، هر کس جغ کرد و برخست و جواب داد. گفتا من جور و تیار هستم، خوب مشم شما جریان نکنیم. در خواب خوش جان به حق داد پیریم و کس نفهمید. و تلف کودک و نادان اینجا بموند و امرای مرد. نه سایمون بود و ابر تیره بر سر من. کجا شد سایمون و ابر تیره کی برفت سر من. اینجا آشنایی دنیا بموند و آشنایی پیر من که سید علی شاه بود و پدر میروانم. چی شد که رفت از بری من. یا الله یا رسول الله به شیر تو عزیزم رزود بودی. الله و نازنین و تو بینود بودی. در جهان جاودان ای سبز گردید. پیر من آرزور به خاک غفلت گردید. هر خالق و هر شیرین جاوید ای چی کنم. در فغان و تیره بلغی نیر کنم. سخن پیر من در کجا میگویم. به هر جا تا کابل و خندهار و مزار و میمنه در هر جا میگویم. مرود و مرد خانه فغان و ناله بسیار میکرد. در بسوی پیر خود سر و لق و پای لق می دوید و می نالید و فغان و ناله میکرد. این جگارا می آمد پیدا میکرد. گو کجای از سید علی شاه. سید علی شاه که نشین بود یک وقت پیش به تریاک 5 سال شد. او تریاک بار کرد و به شهر ایراد نشیمن بود و اینجا خانه و سرا برای خوب بگرفت و خوب تیار کرد. خوب زندگی کرد و زندگی از او بسیار خوب بود. هر وقت زحمت کشید و مردا به خیر و فیض رسید. الله اکبر چی میگویی از پیر من هر چی میگویی راست بگو. صداقت بر دل خونشی من آگاه بکو یا رسول الله. الله لا اله الا الله یا رسول الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. که ما مسلمان هستیم به نشان خدا و حضرت رسول الله کلمه میگی. ما امید و شیرین و دل صداقت به پیر خوب میروان بودیم و پیر ما مثل پدر برای ما بود. دل ما پر خون و پر خجالت و حسرت و الفات بماند. دو پیر ما برفت. چی کنم آرزو داشتم. چی کنم که آرزورم چی کردم. نامید و سابل موندم ای فتر. آسمان تیره بود و سخن جاودان سبز بود و نظر. افلیاد پیرم شد از پدر. بی نیاد و بی امید شد از قاسم حق.
ای قاسم تو بشین بر نلینچه پدر، باز بخوان و زحمت بکش برای مرداوم. ما دارم شمار مستی پدر، روزگار ما خوب بشه بلکی با حضرت حق، وقتی حضرت آدم که جمع کد خاکی بنی آدم، بروی پاکان و نیکان، بروی اولیا و انبیا، که جد سید علی شاه و سید پاشا کمک کند، که زنجیریا و دیوانا و کرا و شلا بیایه، به تبار سید قاسم جان به خیر و فیض برسد یا رسول الله. جناب چای بدی چندی چی کردی، چرا از مهی بورست و نکردی، رسول الله به جانی حق تو دارم، مرا چشم گل بیروف کردی. بدی دستم بدی دستمال دانا، که یادگاری بمونه از شما باز، که یادگاری بمونه که من بوی کنم، پیر خود را نبینم به دل خود جوش کنم. ایا رسول هستم خدایا من به شکار آمادم، نزد پیر من به جناب آمادم، نزد پیر من به جناب یا رسول الله، در به خالق و جهان آمادم. هلا چی دیدی ای خالق از استنید و افل آدم، آدم در کجا و میر سخن دنوب، جاودان سبز نود و شکارا رفتند، اللبید و اصل زارت ای خاک سیاه، در جهان خوردی و نشودی سر پینام، در جهان و جمع کنیم آدمی زادی بیچاره، در برو اسرتی میموره و زیر زمین میروه، در عاقبت زندگانی آدم در خاک بود، ای دنیا نکن از پاد منی، به کس نکردت شاد منی، دنیا چیزی نبود فکر نماز و طاعت و رای خدای عالم بود، هر کس که ترس خداوند را به دل بنازونه، تو نماز و طاعت و ذکر الله رو از حق بکند، شهد که بخوای که تیره اونجا و عذاب و نگردد، بخوای که تیره که من علید و میگریدید، اون آدمی که بد اعمال بود مار سیاه آمد و بگردن پیش زد و زبانی و در مار سیاه شد، می نالید و می زدید میگو های خدای نازنینی چی افعال از من، گفتا روزی که حیات زندگانی داشتی این مار سیاه مال تو بود، در هر نفر و گپی خراب می زدی و می گفتی و می رفتی، ندانستی که آخر مرگ جای تو خاک، این مار سیاه مال تو هست، در او خاک تیره یک در بچه وا شد از طرف دوزخ، او بد عمل آتش دوزخ به جانی از او میزد، تو او می نالید و می کرید یا رسول الله. ای آدمی زاد توبیتی آدمی جای بلندی بگذاریم، ای هندم نفسان تاج لایت بر سریم، از پا در افتادم خون شد این رو جیگریم، از پا در افتادم از من خبر نیست، که پدر و برادر که بگیر خبر از من، تابوتی مرا جایی بلندی بگذاریم، که تابات میبره بوی مرا در وطنیم یا رسول الله. اون آدمی که نماز و طاعت برای خدا بود و مسکین سیر کرد و بپوشون، تو یک رکعت نماز خور قضا نکرد وقت که حیاتی وفات کرد، تو بر خاک تیره بقلتید اونجاها یک در بچه وا شد از طرف دوزخ،
اون خوش عمال بود درویش برفت و میوای برش که بسیار خوب بود و ناکای شیرین بود و میوای خوبی بود به خورد و بشیشت و اونجا با طاق بهش بود. اینجا بسیار خوش و خوش رنگ و دانا بود به فکری از او نشد و عذاب گر ندید. توبه ای توبه و صد توبه از آدمی که بدمال میشه. حالا بعدی صباحی صبح دلی گیر خبر از ما ببر با مادری پیر بگو فرزند سلامت میرسانده به هیل کوکی شبا ام داده ای شیر. نمیدانم هم چی تو درد و جانم که می سوزه تمامی استقانم اگه خوش خوش بگردد استقانم نمیره نامین پیر از زبانم. بیایم جوانا شما بشینیم که نه از پیریم شما بگوییم نزین پیریم الله بلنده که ساهیمون مبالی حمده ایرا یا رزو دست باد دلگیر سوان صحبتی پیری مرا بین. باری پیری من روز باری سفر می بنده ایشال و کمال ما مثل سفر می جنبه شاولی گل نو رو ریشه ها بود مروری خون به دل ما مثل تور می بنده یا رسول الله پیری من ثابت و حق بود بر نشیر و جاودان بر سریم بود یا رسول الله. چی کنم که پیرم ضروری حق نامید شدم از راه جاودی شب رفت چی کردم جناب پیر خور ندیدم که عالمین و پود گردید بر شما بی فغان و بی آرزور. ای برادرا من مرده و شما باشیم زنده فکر کنیم بسیار که این پیر مریاد میکنیم که بسیار سید علی شاه عالم که زراور بود زنجیریا و کرا و شلا به خیر و فیض میرسی بسیار خوب نزیل آدم بود. کلام قصر سیاه سنجاق بسر کو برو سفر کو کل مردار خبر کو بگو بیا که پیری من مرگ فتیده بیا به دست خود گروه و کفن کو رسول الله به هر خالق جمی نکنک ثابتی جم را چکنی حیات زندگانی مرودام خراب گردی آرزورم و چشم پیر خود می دیدم و چشم روشنی پیر خود ندیدم اونجاها دل پر غم و پر سوز فتیدم. یا الله یا رسول الله جنابی هم چی کردم ای خدا یا مبارک خالق عالم یا رسول مبارک به جد نو باشد سلامت رزودم سرفراز باشد سید قاسم جان سایمون باشد بالم و زندگانی آن لالا سیدم تزونم اقلیاتم در جهان جا بدانم نشانم کل پیناتم حنا شب و روزم بنالم که چند دقیقه دیگه بمونده به ایفته هی با قربان چند دقیقه دیگه بمونده به ایفته هی با قربانی روزی دیروز بگردم پیری من اینجا بود خدمت نکردم
دلی من اینجا بود گواز برفتک با قربان دل نامت بگردم رسول الله با حالم را نظر کن که رنگ زرد مر سرخ و قمر کو به فردای قیامت روز محشر مرا از آتشی دوزخ بدر کو به قربان دو چشمان سیاهیت که پیری ما به چشم شناخت نشانی پیر خور بم تو میدوم من به بای پیری ما جامعه سفید است روز و شب آشنایی میکنم دوست منم از پیر جدی میکنم دوست منم از پیر جدی یا کی کرده اول جانب خدای حق کرده دیوم تقدیر برفت بم روی جان پیرو از ما جدا کرد رفت و به زودنیا یا به زودنیا یا الله منم دردی دلم درمان نداره کباب از درد بی درمان نداره کباب از درد بی درمان بیاریم طبیبی دردم شما بیاریم بنالم درد من کمتر نمیشه الله زمستان گل به من مسر نمیشه زمستان و گلها که خوبه دگر آقای سید علی شاه پیدا نمیشه حالا چنان و شب و روز بیقرارم سال شیر که به زنجیر نالم مثال شیر که با زنجیر و آون درد دل خو من کو مینالم چی کردم من به خالقم نزیرم امیدی پیر خور آسا بگیرم که دستی پیر من بوسیده باشد جمال خوشنوایی ور ندیدم از او بامی بلند پایان شو بپیی بیا ببین تو پیری مر نزدی بیا ببین تو پیری مر خوشنوا بود که جامعه سفید با پرنوا بود الله چی تونانم نو سیر گردان امین روز همیشه مایل و خوبان امین روز با دل گفتم مشی نالان خوبان مدامن در بلا میمان امین روز رسول الله تو کجا می جانی بکند بندگان را شنی به حضرت خداوندی کریم امروز روشن که ما بندگان نم کنیم آشنایی زیان جاکی من کوی الان هست رباطی پی بکو و زند جان است که یک دری بهش وا شود از عارف و از دل جاب که اونجا هر کس نشیمن تا به جا است الا یا روزه حق را کی دیده جمالی خوش نوایی مرا پیر مر که شنیده شکر دارم به دربار خالقم
که دیدم آن جمال پیر خورنازلم که صبر و خداوند بده بر دل من که پیر من شیرین بود و رفت از پیش من سه روز هستن که عالم دل و پرخون گشته و غم میان آتش و رنج و افرم الهیا یا رسول الله جناب پیر من آزرده اطفال هی و میخانه چنا هم دی جوانت هی نزایل پیری من و شادوانت الهیا و پیر من در جهان هر روز باشد نزابل که به سر حقوق بیارد و دی دستم و دستارش چی کردی شمال خوشنوا و جابری از نصور الله ببرینت فتادم و نزد سو بجر آقل ساعتم و نصف جر و قصفی آلفینم تشیدی از دهانم جابری دست دستور الله جنا بر جام داری مکاشتی سیاد است آفتری نکن روز و ده اندیشی جباد است روز و شبم تمالی فاش داری الهی آسمان گردی خبردار دلی مسکین بسوزد بر من زار که منم پیر خو نامید شدم و شهر شاهی را عارف شدم حلیم المؤمنین عثمانی ایدر علی بود که به دامادی پیغمبر علی می گفت که یا سرور بخار بر نزل آدمی جناب شیر مختارم آن درخت سبزی است بر دری بهشت بلگی و ورق قرآن بود پست و پوشاکی یتیمان و مسکینا بود چوبی و عصای دست پیغمبران است هر مسکین که میخواند افشا جمع این دوارا نه عذاب از گر ببیند نه از دوزخ یا رسول الله جاودی از حق چی کردم من ابدالم شب و روز می نالم و شعروری می اکلارم صبح صادق که روز آشنایی بود من دانستم نماز و ترس خدا و دلم افتی تو برخستم زجا دلی من خجل و پرخون بود و گفتم ای استگان عزیز من که ظاهر است گفتم اگه آقا مریض باشد بسیار مریضی من از مریضی از او میدانم یا خبر میشد گفتا مادر که دیروز بود و شما آمادیم چرا نرفتیم من گفتم بزو ای مادر پیش از اون یک مرد بود من ناتانستم بروم من در خدا سپردم لرزه پیر من بر دل من سما شدت فتادت شب و روز بر دل خود گفتم پیر من از بین برفت و این سال چیزی نمیشد و کس چیزی نگفتم و دل خود شنیدم 4 ماه پیش من رفتم بر پیش پیر خود پیر من یک تسبه به گردن من انداخت و مرا جانشین خخ کرد و یک چیزی نشیمن سربین و دلبین بودم و شدم